تا قبل از دیدن این ویدیو اگه کسی ازتون میپرسید که بهترین بازی پلی استور میتونه چه بازی باشه، شاید خیلیاتون میومدین میگفتین کال آف دیوتی یا خیلیاتون میگفتین پابجی موبایل. اما بعد بهتون بگم هیچ کدوم از این بازی‌ها بهترین بازی سال 2024 نیستن، بلکه یک بازی دیگه بهترین بازی سال 2024 شده که این بازی هم نسخه پی سی داره و هم نسخه موبایل داره که تو هر دوتاش ترکونده و تقریبا که چرت کنم کاملا نسخه شبیه همدیگن و با یک گرافیک بسیار جذاب و بسیار جالب ما این بازی رو داریم. این بازی بیشتر به خاطر اینکه از روی یک انیمه خیلی پرطرفدار که اونم به تازگی منتشر شده بود، چون از روی اون بازی ساختن، تونسته خیلی از بازیکنان رو به خودش جلب کنه و خیلی از طرفداران اون انیمه اومدن این بازی رو انجام دادن که واقعا بازی خیلی جالبیه و دقیقاً تونستن شبیه یک انیمه اونو بسازنش. و باید بهتون بگم بچه‌ها این بازی بیشترین دانلود تو پلی استور داشته. بچه قبل از اینکه برید سراغ ویدیو حتما لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه و حتما توی بخش کامنت ها بهم بگین شما پابجی پلیری یا کال آف دیوتی پلیر و فکر می‌کردین چه بازی بهترین بازی سال 2024 بشه. بیشتر به خاطر این پلیرها به سمت این بازی جذب شدن که هم از روی یک انیمه بسیار جالب و مورد علاقه خیلی‌ها ساخته شده و هم خیلی موضوع جالب و دلچسبی داره و از طرفی هم تونسته یکی از بهترین گرافیکایی که میشه تو موبایل تجربه کرد رو واسه مردم عرضه کنه که در حد این گرافیک خوبه. یه نسخه واسه پی سی هم ساختن که دقیقاً شبیه همدیگن، موبایل و پی سی دقیقاً شبیه همدیگن و حتی تو بخش گرافیکشون هیچ فرقی نمیکنه چون گرافیک رو بالاترین حالت ممکن هست. دیگه واقعا نمیدونم چی کار میتونستن روی این گرافیک بکنن که از این بیارن بالاتر و واقعا یه گرافیکی به نظرم عالی رو واسه مردم عرضه کردن. خب اوکی، گفتیم به خاطر موضوع جالبی که داشته مردم این بازی رو پسندیدن و به همین خاطر دانلوداش خیلی بیش از حد انتظار شده بوده. خب موضوع این در مورد چیه؟ همونطور که بچه واسهتون گفتم این از روی یک انیمه ساخته شده به اسم سولو لولی. خب که حدس میزنم خیلیاتون دیده باشین یا اگرم ندیده باشین تو اینستاگرام یا اکسپلور یا تیک تاک یا هر جای دیگه ویدیوهای اینو دیدین، ویدیوهای بخشی از این انیمه رو دیدین که شما فکر می‌کردین اینو مردم با ادیتی درست کردن یا با چیزی، بلکه اینو از روی این تیکه از انیمه، هر تیکه از این انیمه رو برمی‌داشتن و روش ادیت می‌زدن. حالا مثلا ادیت پابجی، کال آف دیوتی و خیلی از چیزای دیگه که حتی یک تیکه داشت که مجسمه لبخند می‌زد و روی اون خیلی مردم ادیت زدن که همه‌شون از این انیمه گرفته شده بودن. خب موضوع بازی از این قراره که کاراکتر اصلی به اسم سانگ جینوو تو یک شهری زندگی میکنه که تو این شهر ناگهان بعد چند وقت دریچه‌هایی وارد میشن که این دریچه به غارها متصل میشن که در اون غارها نفرین هایی هستن که بعد از چند وقت از این غار میان بیرون و میرن مردم ها میکشن و مردم برای جلوگیری از این که قبل از این که این نفرین ها بیان بیرون از غارها و توی شهر قدم بذارن و مردم رو بکشن، تصمیم میگیرن که موقع باز شدن این دریچه ها خودشون برن داخل و اون نفرینا رو بکشن. البته اینو بهتون بگم که نفرینا سطح بندی میشن چون نفرین ما قوی و نفرین ضعیف داریم که سانگ جینوو کاراکتر اصلی این بازی روی پایین ترین و ضعیف ترین از اون شکارچی ها هست که میتونه بره نفرین رو بکشه که حتی زورش به ضعیف ترین نفرین ممکن تو این بازی هم نمیرسه که ولی با تیمیت های خودش و دوستای خودش میره تو این غارها و با کمک همدیگه این غارها رو فتح میکنن و یک پولی به دست میارن. حالا شاید خیلیاتون بپرسین که خب اوکی چرا من مجبور همچی کاری میکنه وقتی میتونه که بره کارهای دیگه انجام بده؟ بچه باید بهتون بگم که سانگ جینوو مادرش مریضی داره و این مریضی برای درمان این مریضی به پول خیلی زیادی نیاز داره که این پول رو فقط میتونه از طریق شکارچی بودن به دست بیاره. درسته تو این مدت خیلی زخمای زیادی میخوره و شاید هم خیلی ریسکای بزرگی کنه، احتمال خطر جونش باشه، ولی بعد برای به دست آوردن پول هر کاری که میتونه رو انجام بده. موضوع بازی از جایی شروع میشه که سانگ جینوو یا روش لقب ضعیفترین شکارچی دنیا رو هم گذاشته بودن وارد یک غاری میشه که این غار روی پایین ترین سطح ممکن بوده و قشنگ برای تیمیت ها و سانگ جینوو و دوستای سانگ جینوو
این غار واسه اونا خیلی مناسب بوده که سان جین‌هو با همراه دوستاش میرن تو این غار و تمام نفرینا رو میکشن، که اما یهو میبینن این غار هنوز ادامه داره و از اون به بعدش خیلی 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 غار خطرناکتر میشه و نفرین‌های خیلی بالاتر و خیلی قوی‌تر که احتمال اینو دارن با اونا رو در رو بشن و چون اونا سطحشون خیلی بالاتر احتمال مرگ تک تکشون هست. خلاصه سرگروه تیم سان جین‌هو تصمیم میگیره که از شرکت کننده ها رای گیری کنن که ببینه این غار رو ادامه بدن یا ادامه ندن، که متاسفانه بیشتر رای واسه ادامه دادن غار میاد که تصمیم میگیرن برن غار رو ادامه بدن تا پول بیشتری به جیب بزنن. اینا این غار رو ادامه میدن که به یک دریچه خیلی بزرگ میرسن که بعد از باز کردن این دریچه به یک تالار خیلی بزرگ وصل میشه که همه این بچه‌ها تو اون تالار میرن که با نفرین روبروشون درگیر بشن و بتونن پول خوبی رو به دست بیارن. که بعد از روبرو شدن با این نفرین میفهمن که اینقدر این نفرین قویه که هیچ کدوم از شکارچیای این شهر نمیتونن اونو شکست بدن. حتی یکی از قوی ترین شکارچی‌های این شهر هم نمیتونه اینو شکست بده. شاید جمع تمام شکارچیان سطح A که قوی ترین سطح، شاید شانسی در مقابل این نفرین اونم شاید تونسته باشن که داشته باشن. که بعد از فهمیدن این موضوع همه‌شون میفهمن که هیچ صدمه، حتی کوچکترین صدمه به این نفرین زده نمیتونن و تصمیم به این میگیرن که همه‌شون فرار کنن. که میفهمن که دریچه بسته شده، دریچه‌ای که ازش وارد این تالار شدن دریچه بسته شده و برای بیرون رفتن از این دریچه باید کارهایی که این نفرین میگن باید انجام بدن که نفرین ازشون میخواد بهشون تزیین بکنه یا خیلی از کارهای دیگه که تاش بازم نفرین تصمیم به کشتن اونها میگیره و چند تا از دستیاراشو که مجسمه های دور تالار بودن رو میفرسته که تا تمام این بچه‌ها رو بکشن. سون جین‌هو در این درگیری پاش قطع میشه و دیگه نمیتونه قدم برداره، ولی بقیه چون پا داشتن و هنوز پاشو قطع نشده بود میتونن به راحتی از اینجا فرار کنن و همه‌شون فرار میکنن و این ناگفته نمونه که نصف این بچه تو راه فرار از این تالار مردن. که سون جین‌هو چون پاش قطع شده بود نمیتونه از اون تالار فرار کنه و سون جین‌هو در اون تالار میمیره. که قبل از این که بمیره میبینه وارد بازی شده که اون بازی بهش اجازه داده که شروع مجدد بکنه، یعنی دوباره زنده بشه و بتونه دوباره زندگیشو ادامه بده. وقتی اون پیامی که نمیدونه از کجا اومده جلوی چشماش رو قبول میکنه میبینه یهو تو بیمارستان ظاهر میشه و میبینه حالش اوکی و پاهاش دستاش همه چیش هم سالمه، ولی میبینه هنوز این جریان ادامه داره و هنوز تو یک بازیه، یعنی تو همون زندگی عادی خودشه ولی درگیر یک بازی شده که میتونه این بازی رو فقط خودش ببینه و کسی دیگه نمیتونه این بازی رو ببینه. که بعد از باز کردن این بازی میفهمه که بازی واسه سون جین‌هو چالشای گذاشته واسه ارتقای سطح اون، مثل 10 کیلومتر دویدن، 100 تا شنا و خیلی از ورزش‌های دیگه که باید هر روز اینو سون جین‌هو انجام بده. که سون جین‌هو اولش میگه شاید توهمی چیزی زده و خیلی نادیده میگیره، اما ساعت 1 شب چون دیروز اون چالشاش انجام نداده بود اونو جریمه میکنن خود بازی و اونو میفرسته توی دنیای دیگه و تو اون دنیا پر از نفرین ها با قوی ترین سطحی ممکنه و سون جین‌هو 1 دقیقه تمام فقط در حال دویدن از دست، فرار کردن از دست این نفرین ها بوده. که سون جین‌هو میفهمه که این یک بازی نیست و یه چیزی فراتر از بازیه، پس تصمیم میگیره هر روز چالش این بازی انجام بده. وقتی هر روز بعد از اینکه چالش این بازی رو انجام میده بازی به اون امتیازی میده که اون امتیاز میتونه رو خودش رو با اون امتیازات قوی کنه، یعنی میتونه سرعتش رو بیاره بالا یا زورش رو بیاره بالا یا خیلی از کارهای دیگه که خودش میتونه به صورت دستی انتخاب کنه که چی رو دوست داره قوی بکنه که با اون امتیازا میتونه این کار انجام بده. که سون جین‌هو بعد از چند وقت اونقدر قوی میشه که هیچ کی دیگه اصلا نمیشناستش، یک پسر عضلانی و قد بلند میشه که بهتره که دیگه بقیه‌اش اسپویل نکنم و خودتون بریم بازی کنید که من مطمئنم یکی از بهترین بازی‌های، شاید اینطوری که من بیان کردم شاید به خیلی خوشتون نیاد ولی 100% من مطمئنم بعد از بازی کردن این بازی یعنی شگفت زده میشین. این بازی واقعا خفنه. بچه‌ها
قبل از بستن این ویدیو حتما ازتون خواهش میکنم ویدیو رو لایک کنید، یه کامنت فینگلی بذارید و سابسکرایب کنید و حتما تو بخش کامنت رو بگید پابجی پلیرید یا کال اف پلیر و فکر میکنید کدوم بازی بهتری بازی سال 2024 بشه. حقیقت رو بگید.